با ما همراه باشید. میخوایم بریم گل باغزبان جمع کنیم. به اینجا میگیم ما تونل آویزونیم. ما هر وقت اینجا میاییم تو تونل داد میزنیم محکم اینجوری. بابام اینجا گفت اینجا بشینیم، اینجا خوبه. مامانم نگاه کرد گفت اینجا گل باغزبان نداره، بریم یه جای دیگه. اینجا اومدیم. اینا گل قابزبانن. داداشم از زنبور میترسید یواش یواش جمع میکرد. اونجا هم دارن گل جمع میکنن. اون پایینم یه روستای خوشگل هست. حالا نوبت من شد برقصم. بریم بقیه فیلمو ببینیم. اینجا پروانه ها رو ببینید. مامانم یه جای خطرناک رفته، داره اونجا گل میچینه. منم اونجا گل پیدا میکردم جمع میکردم. دیگه خسته شدیم اومدیم نشستیم تا آب میوه و خوراکی خوردیم. بابام همیشه اینجوری دراز میکشه. همه جا رو نگاه میکنیم. من آب میوه رو دوست دارم. ببینید چه اینجا قشنگه. باغزبان خیلی خوبه. مامانم بلند شد یه ذره هم گل جمع کرد. گلای باغزبان از نزدیک ببینید. رنگشونم خوشگله. اونجا یکی داشت گل جمع کرد، میخواست چای درست کنه. ما هم آوردیم گلا تو سینی ریختیم. اینم من جمع کرده بودم. همسایه قابزبان. تا فیلم بعدی خداحافظ.